درباره امتیازهایی که با судьяها داده میشوند با مقصد تامین دخل‌ناپذیری آنها، تامین با عمل عدالت اجتماعی و همین کمی از امتیازها نگاه داشته شدند. اگر اهمیت داشته باشد قریب همه امتیازهایی که در قانون عمل کننده وجود داشت از بین برده شدند. این یک کفالت سودی است، کفالت اجتماعی است که اگر وی در طول سالهای دور و دراز فعالیت کسبی نماید اقلا همین فاند منزل 50% ارزش آنها پرداخت کرده میشه. و با فکرم مقدار آن سودی‌هایی که با منزل استقامتی تامین میشه که زیاد هم نیستن. ما میدونیم که کمبودی در فعالیت سودا کم نیستند، زیاد هستند، بحث‌ها هم زیاد هستند، شکایت هم بسیار بود. فقط من میخواستم که اساساً در قانونی که تا حاضر عمل میکرد درباره سودها چه کمبودی اساسی نمیگذاشت که همین بحث‌های سودی درست حل شوند و در اینجا حل خود یافته است در این لایحه. یکم زمینه حقوقی تهیه قانون این برنامه اصلاحات سودی حقوقی که در جمهوری تاجیکستان موافق فرمان پرزیدنت مملکت قبول گردیده است. اگر شما شناخته شده باشید در همین برنامه اصلاحات سودی یک چند بندها هست دایر به سودهای عمومی، سود کنسیونی که باید ما تکمیل کنیم. ما امروز یک قسم آنها را در لایحه قانون جایگزین کردیم برای اینکه بعضیش جایگزین کردن نمیشه. سودیایی که این همه امتیازها را دارد برای مستقل بودن میتواند از این امکانیت قانونی و اجتماعی خودش برای قبول قرارهای واقعا هم مستقلانه استفاده کند. چون که ما از تجربه همون میدونیم که تو امروز شکایت ها نسبت قرارهای سودی خیلی زیاد بودند و همونطوری که شما هم گفتید محترم محمودزاده که از 2000 شکایتی که به سود کنسیونی وارد شده است شاید اون مثال می آوردید که چند مراتبه دعوا یا شکایت شهروندان یا نهادهای غیر حکومتی علیه مقامات حکومتی از طرف شما قانونی گردانده شد و قرارهای برآورده شد که هم مستقلیت سود کنسیونی رو اثبات کرد و اثبات کردید که واقعا سود کنسیونی همچون بالاترین نهاد سودی میتواند قرارهای مستقلانه قبول کند. 11 قرار سود کنسیونی موجود است. میتونید شما شناس شوید که قانون‌ها و بعضی قرارها رو غیر کنسیونی از قانون‌ها سر کرده تا قرارهای حتی وزارت و نظامنامه‌های وزارت اداره. من در طول فعالیت شما دو قرار سود کنسیونی رو و که مورد بررسی قرار دادید بعد که ما غیر کنسیونی قانون حسابیدیم و تغییر الهه وارد کردیم. در تجربه هست و در تجربه من 5 سال اخیر در نظر دارم. در 5 سالی که من همچون راهبر سود کنسیونی هستم تمام نهادها به سود کنسیونی مراجعت کردن، از شهروندان سر کرده سودیا یگان وقت مراجعت نمیکرد. حزب